بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. سید احمد موسوی صمدی هستم، میزبان شما در برنامه جام جم. ایام سوگواری اربعین حسینی و تسلیت عرض می کنم. امیدوارم این برنامه که از مجموعه تولیدات مرکز سیمرغ معاونت سیمای رسانه ملی است رو بپسندید. با جام جم همراه باشید. خسارات وارد آمده بر راه‌ها و ساختمان‌های این استان ریختن مرگبار برجی بنا یک مادر و پسر سن پترزبورگ مدارس کشور امید رو برگردونم به خیلی از جوان‌ها و بچه‌های این کشور. میان میبینن که یه اتفاقی در محیط خیابون افتاده. شب تلویزیون رو باز میکنن که انه هیچ نیست. خوشحالم که جام جم رو دنبال میکنید. تعهد تیم تولید جام جم به شما صداقت، صراحت و شفافیته. آن چیزی که در برنامه گذشته مشاهده کردید ماحصل گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، اما لازم به ذکره تمام طبق پروتکل برنامه‌های زنده مواضعی که در گفتگوهای تلویزیونی با قواعد برنامه زنده بیان میشه بر عهده گوینده اعم از میزبان یا مهمانه. من هم سعی میکنم در برنامه امشب با توجه به انباشته‌ای که از گفتگوی گذشته دارم در خدمت مهمان محترم جناب آقای دکتر ابراهیم داروغزاده باشم و بتونیم گفتگوی خوبی در مورد و پرونده سلبریتیسم در کلاکت دوم خدمت شما باشیم. ممنون از اینکه جام جم رو همراهی میکنید. به میز گفتگو بیایید با من. تأثیر سلبریتی ها بر افکار عمومی برای کسی پوشیده نیست. با وجود این تأثیر انتظار میره که دولت ها در برخورد با رفتارهای غیرقانونی اونها با بقیه مردم تفاوتی قائل نشن. مثال هایی از بازیگران هالیوودی در این زمینه وجود داره. جین فوندا بازیگر 5 مرتبه به جرم رهبری اعتراضات علیه سوخت فسیلی و گرمایش جهانی بازداشت شد. محمد علی کلی بوکسور معروف و قهرمان جهان به دلیل اعتراضات بشردوستانه علیه جنگ ویتنام دستگیر شده. مارک روفالو بازیگر مطرح هالک به دلیل اعتراض به سوخت فسیلی، اعتراضات علیه شرکت‌های نفتی، اعتراضات نسبت به سیاست‌های ترامپ و اعتراضات نسبت به وقایع فلسطین چندین بار بازداشت شده. سال 2012 جورج کلونی در یک تجمع بشردوستانه به همراه پدرش توسط پلیس دستگیر شد. شیلین وودلی در جریان اعتراضات به مشکلات محیط زیستی به دلیل گذشتن از خطوط قرمز اعتراضات بازداشت شد. واکین فینیکس که برنده جایزه اسکار شد در جریان اعتراضات به مشکلات زیست محیطی پس از سخنرانی عمومی در سال 2020 دستگیر شد. اینها چند نمونه از برخورد دولت‌ها با سلبریتی هست که نشان می‌دهد قانون نباید استثنایی برای شهروندان داشته باشد، به خصوص در اعتراضات که تأثیر چهره‌ها با وجود فضای مجازی چندین برابر است. سلام مجدد، شب شما بخیر. امشب میزبان شما هستم در جام جم و افتخار دارم که دعوت کنم به گفتگو از جناب آقای دکتر ابراهیم داروغزاده. خوش آمدید آقا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان خوبتون. در خدمتتون هستم. خوبین؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحالم امشب اینجا هستید. آقای داروغزاده، در موضوع پرونده‌ای که جام جم بهش میپردازه تحت عنوان سلبریتیسم یا سلبریتی زدایی و یا سلبریتی زدگی یک طیفی از نظرات وجود داره. نظرات هم از
فضای کاملا رادیکال منتهی علیه سمت راست و چپ داریم که هر دو طیف مثلا مواضع تندی رو میگیرن. من میخوام بدونم آقای داروغزاده در فضایی که امروز در کشور میبینن و بنابر برداشت خودشون، اون موضعی که شما در مورد سلبریتیسم و مواجهه با چهره ها دارید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حالا فکر میکنم در برنامه گذشته راجع به سلبریتی تعریفش صحبت شده، خب سلبریتی ها افراد معروف و مشهوری هستند که در زمینه‌های مختلف ممکنه علمی، سیاسی، ورزشی و هنری طرفداران زیادی داشته باشند و طبیعتاً رسانه‌های جمعی خیلی کمک میکنن به اینکه طرفدارانشون گسترده بشه و با ظهور رسانه‌های اجتماعی در سالهای گذشته هم تاثیرگذاری بیشتری پیدا کردن سلبریتی‌ها، چون به هر حال رسانه‌های اجتماعی امکان رو برای مردم ایجاد میکنن که با اون کسی که در حقیقت حالا سلبریتی هست در یک تعامل دو سویه قرار بگیره. خب این طبیعتاً تاثیرگذاری اینها بیشتر شده و دامنه مخاطبشون هم بیشتر شده و فکر میکنم هر دولتی، هر حکومتی بایستی که بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه، چون به هر حال ما چه بخوایم چه نخواهیم اینها در طیف‌های مختلف جامعه طرفدار دارن و هر کدوم اینها یه سلیقه‌ای رو میتونن در حقیقت نمایندگی بکنن و طبیعیه که ما باید بتونیم با آنها وارد تعامل و گفتگو بشیم که بتونیم در راستای منافع ملی حداکثر در حقیقت استفاده رو از این ظرفیت ببریم. خیلی جواب دیپلماتیکی بود آقای داروغزاده. آقای داروغزاده تصورشون اینه که ما امکان بهره برداری از سلبریتی ها رو داریم؟ اصلا امکان بهره برداری نباید بگیم، ما باید بگیم که ما بتونیم از این در حقیقت ظرفیتی که وجود داره، ما به جای اینکه سلبریتی ستیزی بکنیم باید بتونیم از این ظرفیتی که بالقوه وجود داره کمال استفاده رو در جهت منافع ملی بکنیم و این لازمش این هستش که نگاه ملی داشته باشیم، یعنی شرط اولش این هستش که نگاه ملی داشته باشیم. با تمام سلبریتی ها هم مثل بقیه اقشار جامعه میتونن در حقیقت مواضع یا فعالیت هایی داشته باشن که در راستای منافع ملی نباشه یا در راستای امنیت ملی نباشه. خب طبیعتاً باید قانون انقدر شفاف باشه که همونجوری که با سلبریتی هایی که در حقیقت در مخالف منافع ملی یا امنیت ملی فعالیتی میکنن برخورد میکنه، همونجور با نماینده مجلس هم اگر این کارو بکنه برخورد بکنه، همونجور با یک امام جمعه هم اگر اینطوری باشه برخورد بکنه و با مدیر فرهنگی هم که اگر راستای منافع ملی عمل نکنه و در جهت در حقیقت آسیب به امنیت ملی باشه باید برخورد بشه. منتها اون برخورد باید قانونی باشه و اون قانون شفاف باشه و نگاه جناحی پشت اون قانون نباشه. مشکلی که ما در کشورمون در برخورد با سلبریتی ها داریم اینه که اونها و بخش مهمی از مردم فکر میکنن در حقیقت واکنش ما یا برخورد حاکمیت با سلبریتی ها یا حتی نهادهایی مثل صدا و سیما یا وزارت ارشاد با سلبریتی ها برخورد جناحیه یا تصور میشه جناحیه. یعنی اگر برخورد جناحی باشه یا تصور باشه جناحی هست، طبیعتا ما با مشکل رو مواجه میشیم چون منصفانه نیست این برخورد. من دوباره این مسئله رو برای خودم مرور کنم. شما معتقدید قانون باید باشه، حاکمیت با قانونه و این قانون باید شفاف تصریح بشه، در راستای منافع ملی باشه، نگاه ملی پشت اون قانون باشه، برگرفته از اکثریت جامعه باشه. وقتی ما میگیم قانون، ما در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاره، درسته؟ خب این مجلس چجوری انتخاب میشه؟ با رأی اکثریت مردم. پس ما در قانون اساسیمون داریم میگیم برای یک قانون باید اکثریت جامعه پذیرای اون قانون باشن. چون نماینده ببخشید عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم. سلبریتی یا چهره‌ای که به این قانون تمکین نمیکنه. من توییت های شما رو میدیدم، تیم سردبیری ما یه بررسی روی توییت های شما و فعالیت شما در فضای مجازی داشت، خیلی برای من جذاب بود. آقای داروغزاده یکی از فرهنگ‌هایی که در حوزه مدیریتی دنبال میکنن، حداقل من در چند از فعالیت‌های رسانه‌ای شما دیدم، فرهنگ عذرخواهیه. شما میگین مدیر اشتباه کرد، بله امکان اشتباه هست، ولی عذرخواهی کن. اینو درست فهمیدیم؟ یعنی اون تعبیری که شما استفاده می‌کنین، این فرهنگ عذرخواهی، فرهنگ پوزش، من هم خیلی میپسندم. یعنی تصور ما اینه که امروز یکی از کمک‌هایی که میتونیم بکنیم اینه که واقعا عذرخواهی کنیم، مسئولیتمون رو بپذیریم و اشتباهاتمون رو در قبال اون.
اما واقعا آقای داروغزاده در نسبت با خیلی از دوستان چهره‌ای که دارن هیچ وقت مطالبه عذرخواهی کردن. من اینو ندیدم. من دیدم شما به چند تا مدیر تعریض و کنایه دارید، ولی هیچ وقت ندیدم از یک سلبریتی و یا چهره یعنی واقعا مطالبه کنید که چرا عذرخواهی نمی‌کنی، در صورتی که اون باعث تشویش اذهان عمومی شده، اون بزرگوار مثلا باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی شده، طبق گفته شما منافع ملی رو دچار مخاطره کرده. ولی آخه اینجا نباید یعنی فرهنگ عذرخواهی رو پیگیری می‌کردیم؟ ببینید باز هم من میگم اگر نگاهمون به برخورد با سلبریتی ها نگاه ملی باشه، یعنی فکر کنیم که این سلبریتی ها ظرفیتی هستن که ما میخوام در راستای منافع ملی با اینها تعامل بکنیم، خیلی متفاوته با اینکه نگاهمون جنایی باشه. من از شما سوال میکنم، شما فرمودید که اگر سلبریتی تمکین به قانون نکرد، شما به عنوان مجری صدا و سیما، یعنی به حال کسی که اتفاقاتی که در رسانه میفته حتما اشراف دارید، شما میدونید که علت این که آقای فردوسی پور که یکی از مخاطب ترین برنامه‌های صدا و سیما رو چندین سال تهیه کننده و مجریش بودن، محبوب بودن و مخاطب چندین میلیونی اون برنامه داشته، برای چی این امشب مثلا در برنامه جشنواره جام جم ایشون از نظر داورها بهترین برنامه شناخته میشه، برنامه‌اش از نظر مردم تندیس بهترین برنامه رو میگیره و هفته دیگه حذف میشه؟ شما میدونین؟ واقعیتش اینه که این حوزه کاری من نبود، یعنی من مسئولیتی تو اون فضا نداشتم. خیلی شفافترم، یعنی به خاطر همون نکته که گفتین، چون من هم در سازمان صدا و سیما مشغولم، اینو میدونم های داروغزاده. اگر بخوام این بابو باز کنیم، یعنی شما میگین عادل فردوسی پور، من باید بگم رامبد جوان. بعد شما میدونین، بعد من میخوام بگم اینا حتما کیس به کیس، حتما مورد به مورد باید شروع کنیم پرونده ها بزنیم، من و شما 5 شب گفتگو کنیم. حتما اقتضای مدیریتی و تصمیم مدیریتی مدیر وقت یه اتفاقی، یه ملاحظه. این خیلی پاسخ کلیه، یعنی اصلا ما اجازه نداریم همچین پاسخ کلی بدیم. یعنی هیچ مدیر شبکه اجازه نداره یک برنامه‌ای که 10 میلیون 20 میلیون مخاطب داره از برنامه حذف کنه بگه اقتضای مدیریتی بود. این چه معنا داره؟ مدیر مقام تشخیص من و شما که با این ادبیات آشناییم. اون مدیر گذاشته مدیر بالاسرش رئیس هستن. خب همین دیگه. ببینید شما الان اگه تیم ملی فوتبال اینا رو در نظر بگیرید، 12 تا لژیونر خارجی داره. شما برای این تیم ملی باید یک مربی بگذارید که قابلیت تعامل با این بازیکن‌ها رو داشته باشه. اگه از لیگ 3 مربی بیارید توی تیم ملی، معلومه وقتی با طارمی میخواد صحبت بکنه نتونه تعامل بکنه. بعدم بگه که خب آقای طارمی به حرف من گوش داد، من حذفش کردم، اقتضاعات مدیریت مربی تیم ملیه. اینها ببین یه بخشی از قانون رو ما میبینیم، یه بخشی که پشت این قضیه هست، یعنی اصل قضیه است که آقا اون مدیری که قراره بیاد با این آدم‌های بزرگ مدیریتشون بکنه باید قدرت تبیین با این آدم‌ها، با گفتگو با این آدم‌ها رو داشته باشه، قدرت اقناع این آدم‌ها رو داشته باشه. آدم بزرگ مدیری هم که بالا سرش میشه باید بزرگ باشه، بتونه گفتگو بکنه. اگر اون گفتگو، یعنی گفتگویی با آقای عادل فردوسی پور شده که قانع کننده هست، خب و مدیر شبکه میتونه مردم رو قانع کنه، باید بیاد تو تلویزیون به مردم توضیح بده، به همه اون 10 میلیون 20 میلیون مخاطبی که داشته، به این دلایل من عادل فردوسی رو حذف کردم و بتونه مردم رو قانع کنه. البته فکر کنم حالا چون دوستان سردبیرم به من میگن یعنی متذکر شدن که این اعلام مواضع سازمان در نسبت با چهره مثلا آقای فردوسی بود که مدت‌ها اعلام شده، یعنی در موردش گفتگو شده حداقل در رسانه‌ها. اجازه بدین این بحث رو باز ببرم جلو، خیلی نقطه نه خب من میخوام یه نکته عرض کنم. ببین نکنید، من خودم چون رسانه‌ای هستم، یعنی تو خودم کارمند تلویزیون هستم، یک ارق زیادی نسبت به رسانه دارم و معتقدم که مهمترین نهاد جمهوری اسلامی ایران رادیو تلویزیونه. هیچ نهادی از این تاثیرگذارتر ما نداریم و خیلی خطیر. نگاه کنید چرا؟ چون که ما سازمان صدا و سیما منحصر به فرد در دنیا، ما هیچ رسانه‌ای، هیچ شبکه‌ای در دنیا نداریم که شبیه تلویزیون ما باشه. ما تنها شبکه‌ای در دنیا هستیم که کاملا انحصاری هستیم، هیچ تلویزیون خصوصی نداریم، هیچ حزب دیگه تلویزیون نداره، هیچ دولت دیگه تلویزیون نداره، فقط یه تلویزیون داریم که اون هم منتسب به خود حاکمیت است. خب پس باید به همین اندازه براش اهمیت قائل بشیم. اگر ریزش مخاطب میکنیم ما باید واقعا آشفته بشیم، واقعا نگران بشیم، چون ریزش مخاطب صدا و سیما یعنی ریزش مخاطب صندوق رأی. این پیش‌فرض شماست آقای دکتر داروغزاده که ما الان ریزش مخاطب داریم؟ نداریم. نه من از شما میپرسم به استناد به چه منبعی؟ نه من خب شما میگید نداریم،
من اگر نه نگاه کنید، شما اگر یه موضوعی مطرح میکنید، من ازتون منبع میخوام. نگاه کنید همین دیگه. شما ببین میخواید یه چیزی که خیلی بدیهی هست، شما نسبت به 2 سال پیش 3 سال پیش ریزش مخاطب نداشتین؟ نه حتما داشتیم آقای دکتر. که شما که بهتر از من در جریان برودکست و برودبند در دنیا یه ریزش رو برای تلویزیون در تمام دنیا داشته. یعنی این منحصر در ایران یا ایالات متحده یا مثلا انگلستان و ژاپن نیست. شما پر مخاطب ترین برنامه‌تون رو حذف کردین، فکر می‌کنید میتونید ریزش مخاطب نداشته باشین؟ شما برنامه خندوانه رو حذف کردین، برنامه عصر جدید رو حذف کردین، برنامه 90 رو حذف کردین. این همه برنامه پر مخاطب رو حذف کردین، مگه میتونید ریزش مخاطب نداشته باشین؟ هر کدوم از این مجریایی که تو این برنامه‌ها بودن یه بخشی از جامعه طرفدار اینها بودن، سلبریتی بودن دیگه، درسته؟ مگه ما سلبریتی نمیگیم که یه بخشی هوادار دارن. خب شما همون بخش هوادار اونها رو حذف کردید حداقل. هر کدوم از اینها، فرزاد حسنی، رشیدپور، سیاوش صفاریانپور، هر کدوم اینا برندهایی بودن که خود تلویزیون اینها رو بزرگ کرده. خود فرزندان رسانه ملی انا. خود رسانه ملی سرمایه گذاری کرده 20 سال اینها رو به یه شهرتی رسونده که تاثیرگذار هستن توی جامعه. البته استعداد خودشون هم بوده، شخصیت خودشون هم بوده. و حالا که بایستی که اینها کمک بکنن به رسانه در جهت منافع ملی، در جهت وحدت ملی، هیچ کدومشون نیستن و اصلا برای اونم مهم نیست. من انتقاد میکنم به رئیس رسانه ملی که میفرمایند که اگر دوست داشتن بیان، اگر دوست داشتن هم مهم نیست. مگه میشه همچین چیزی؟ باید ببینیم مشکل کجاست. شما یه نفر میارید اینجا به قهرمان ملی ما توهین میکنه. شما علی دایی همه دنیا میدونن که قهرمان، همه هم یک چهره شناخته شده، محبوب، هم ملی هست و هم جهانی. تمام مراسم‌های مهم فوتبالی در دنیا آقای علی دایی دعوت میکنن، در جهان شناخته شده است. خیلی‌ها ایرانو با علی دایی شناختن، هزاران بار شادی در دل ملت آورده. بعد ایشون میاد میگه که نه ایشون آدم محبوبی نیست. آقای دکتر شما مدیر رسانه‌ای هستید و به این مستحضرید دیگه. من هم در ابتدای گفتگو عرض کردم خدمت بزرگواران، مواضعی که در جام جم گرفته میشه، خدمت مخاطبان محترمم عرض میکنم، مواضعی که در جام جم گرفته میشه مواضع شخصیه و مواضع رسمی رسانه ملی نیست. من هم به عنوان مجری برنامه این حقو برای خودم جایز نمیدونم که اظهار نظر شخصی بکنم. همون جوری که آقای دکتر کوشکی در این برنامه حضور پیدا کردن، امشب میزبان آقای دکتر داروغزاده هستیم و به نظرم این تازه گستردگی فضاست که امکان گفتگو داره فراهم میشه. این اتفاق مهمه، خیلی مهمه و من اجازه دارم طبیعتاً که پاسخگوی نقطه نظرات ایشون باشم دیگه. شما به هر حال ایشون در شبکه‌های مختلف حضور پیدا میکنن، در رسانه‌های مختلف هم از ایشون حمایت میکنن که ایشون همین الان یه سلبریتی هستن. یعنی یه سلبریتی هستن که اتفاقا فقط به پشتوانه رسانه سلبریتی شدن و به پشتوانه توهین هایی که به افراد مشهور و سلبریتی میزنن. یعنی یه راهیه برای سلبریتی شدن. شما برای افرادی که مهم هستن در جامعه، افرادی که محبوب هستن، اهانت بکنید مشهور میشید، سلبریتی میشید. این هم یک مدل. دکتر این کمک هم به شما کردیم دیگه. شما بعد از آقای دکتر کوشکی اومدین، حداقل مواضع آقای دکتر کوشکی رو شنیدین. اینقدر رسانه در اختیار ایشون هست، مطمئن باشین بحث مستقیم نکنیم. اجازه میدین؟ بسیار خوب. به نظرم به نقطه های خوبی داریم رسیم. چهره با همین تعریفی که شما داشتین و این گفتگویی که شکل گرفت یک نمایندگی میکنه، اهم از چهره‌های هنری، چهره‌های رسانه‌ای، چهره‌های ورزشی و سیاسی. من میخوام بدونم سلبریتی رسانه‌ای، حالا پرونده امشب جام جم، سلبریتی رسانه‌ای داره کیو نمایندگی میکنه؟ حتی یه خورده اگه بخوام گامو فراتر بذارم، میخوام بگم اینها هنجار سازن، یعنی یه سری هدایت افکار میکنن، جریان سازی میکنن. واقعا امروز چهره سلبریتی ایرانی داره هنجار سازی میکنه یا هنجار گریزی؟ خیلی از این بزرگواران دوستان شما هستن. بعد خیلی همون سوالی که در قسمت قبل پرسیدم، خیلی اعتقاد دارن آقای دکتر داروغزاده هم نوایی میکنه. بعد میگن با کی؟ با کسی که هنجار گریزه، این داره به آرمانهای کشور کمک میکنه. همون نکته شما بسیار برای من شریف و ارزشمند بود. در راستای منافع ملی داره حرکت میکنه یا واقعا داره میدمه در آتیش تفرقه و فضای ملتهب؟ من فکر میکنم که علتش این هستش که ما باید یه بخشی هم در نحوه مدیریت این در حقیقت دوستان و عزیزان یه تجدید نظری بکنیم. یعنی تعاملمون با هنرمندا، تعاملمون با قهرمانان ورزشی، تعاملمون مجریای خود صدا سیما که سلبریتی بودن باید تجدید نظر بکنیم. واقعا اینطوری نیستش که ما یک نیمه از ماجرا رو ببینیم. یعنی باج دادیم. آقای رشیدپور و آقای علیخانی
سال 82 83 84 من گروه اجتماعی شب کیک بودم و تا سالها بعد هم من میدیدم اینها رو. اینها مهمترین برنامه‌های مناسبتی صدا سیما و شب کیک رو اجرا میکردن. یعنی دهه فجر، تمام برنامه‌های مربوط به دهه فجر، تمام برنامه‌های مربوط به انتخابات. خب الان کجا هستن؟ الان چرا یعنی وضعیت جوری شده که یک مجری که تازه اومده توی صدا سیما و شاید 1/100 اونها هم مخاطب نداره برنامهش، میاد شرط میذاره، میگه اگه بخوای من ادامه بدم حضورم رو در صدا سیما فلان مجری نباید بیاد. و چرا رئیس سازمان صدا سیما قبول میکنه این شرط رو؟ یعنی برای ما مهم نیستش که ما حالا یک شبکه، همون شبکه 3 مدیران شبکه 3 به این نتیجه رسیدن که اگر بعضی از مجری‌ها برگردن. خب نکته همینجا بود دیگه، چون حداقل تا جایی که من اطلاع دارم مثلا از آقای علیخانی، از آقای رشیدپور، از محمد رضا گلزار دعوت شد دیگه و خود مثلا رضا رشیدپور نپذیرفته. من نمیخوام تقابل شهبازی رشیدپور رو. کجا نپذیرفته؟ آقای شهبازی ویدیو دادن، گفتن اگر این دوتا برگردن من دیگه برنامه اجرا نمی‌کنم و کلی توهین کردن و حتی به نظام هم اهانت کردن. ایشون یه جمله خیلی زشتی گفتن که حالا من رو آنتن نمیگم ولی شما حتما میدونید چیه. و تلویزیون تصمیم گرفت که به حرف ایشون گوش بده. نه حداقل در این مقطع بیاین اینجوری روایت کنیم آقای دکتر. توییت آقای جلیلی هست دیگه، اظهار نظرشون هستش که و بعدم اون مدیر رو از شبکه حذف کردن. به نظرم رئیس سازمان هم موجوده دیگه که دعوت کردن و دارن اینو تأکید میکنن که رسانه ملی آینه تمام نمای فرهنگ و فضای ملی کشور ماست. من تو این قاب تصور من اینه که هم به رضای رشیدپور احتیاجم، هم به محمد رضا شهبازی. شما این گزاره رو میپذیرید الان؟ دقیقاً. من میگم آقای شهبازی حق دارن و سازمان در این راستا گام برداشته. آقای شهبازی حق دارن که اجرا داشته باشن، تلویزیون برنامه داشته باشن، طرفدار دارن. آقای ثابتی بایستی که برنامه داشته باشن. گروهی از در حقیقت مردم طرفدار نگاه ایشون هستن. به همین دلیل آقای رشیدپور، آقای فرزاد حسنی، آقای شهیدیفر، آقای صالح علا، آقای صفاریانپور، آقای علیخانی، همه اینها بایستی که فضایی فراهم بشه که برگردن به رسانه ملی از اون منظری که خیلی 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 مهمه که رسانه ملی بتونه پاسخگوی در حقیقت نیاز تمام سلیقه‌ها باشه. ببینید من یه نکته عرض کنم خدمتتون. باز هم چون مهمانی که هفته پیش اومده بودن و خیلی از در حقیقت دوستان انقلابی به ظاهر انقلابی، هر انتقادی که شما راجع به هر نهادی توی جامعه میکنین فوری مثالی از آمریکا یا فرانسه اینها میارن، میگن اونجا هم همینطوریه. اولا که چرا ما باید الگومون آمریکا و فرانسه باشه؟ حداقل شماها چرا الگوتون آمریکا و فرانسه است؟ این یک. دوما مثالاشون هم کامل نیست. مثلا نگاه کنید اگر که تعدادی از مخاطبین CNN مثلا فکر کنید کم بشن، ریزش مخاطب داشته باشه، خب این به ساختار در حقیقت کلی نظام آمریکا آسیبی نمیزنه. CNN مثلا دموکرات‌ها هستن، انگار که مثلا توجه مردم به دموکرات‌ها کم شده، طبیعتاً توجه مردم به فاکس نیوز و جمهوری‌خواها افزایش پیدا کرده. هیچ وقت ریزش مخاطب CNN یا ریزش مخاطب فاکس نیوز که نمیاد شبکه المنار لبنان رو ببینه یا شبکه افق تهران رو ببینه، ولی ریزش مخاطب صدا سیمای ما میره شبکه‌های معاند فارسی زبان خارج از کشور رو میبینه. خیلی این مهمه. من نمیدونم چرا اصلا واقعا برای مدیران رسانه اصلا این مهم نیستش، اصلا توجه. چه خوبیه آقای دکتر داروغزاده. داشتیم تحقیق میکردیم در مورد گفتگوی امشب، خیلی برام جالب بود. ورود آقای دکتر ابراهیم داروغزاده به سازمان صدا و سیما با مسئولیت ممیزیه. شما سالها مسئولیت پخش داشتین، قائم مقام پخش بودید، بعد اصلا میدونین پخش هم یکی از سخت‌ترین جاهای سازمان دیگه. من همیشه یعنی طبق این گفتگویی که با تیم سردبیریمون داشتم فکر کردم که آقای دکتر داروغزاده اگر امروز بخواد این فضا رو مدیریت کنه، این فضا رو تعامل کنه، چی کار میکنه؟ من یک مثال به شما میزنم. شما میگین از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، این حرفای درستیه، خیلی از دوستان به این معتقدن و به نظر امروز هم آغوش رسانه بازه. یه اتفاقی میفته که ما از اون غفلت میکنیم. اون اتفاق چیه؟ من یه تصویری برای شما به نمایش میذارم، یه طراحی میکنم، بعد شما بگین که چی کار میکنید. کسی که تمام هویتش
تمام اعتبارش، تمام منابع مالیش از صدا و سیماست، از سینمای ایرانه. بذارین طبق قرارمون با مخاطبان جام جم خیلی شفاف بگم. ما قرار شد تو جام جم صریح و شفاف بشه. حمید فرخ نژاد هر آنچه که داره از ایران داره. بعد مصاحبه میکنه میگه تمام مردم ایران فدای یک تایمور پسرم. خانم شاکردوست استوری میذاره، اعلام وضعیت میکنه در فضای مجازی، میگه اگر ارتش بر طبق قانون اساسی به مردم نپیونده بعد از 21 روز مثلا دچار اشکاله، باید میپیوند. بزرگوار حتی یه بار قانون اساسی رو باز نکرده. من میگم آقای داروغه زاده یه بار بیاد اینجا بشینه بگه آقا ما باید چیکار کنیم با این چهره. بگم من باید چیکار کنیم. من اگه اینجا نشسته بودم اجازه نمیدادم که در حقیقت اعترافات اجباری سپیده رشنو از تلویزیون پخش بشه. چرا اعترافات اجباری اینجوری؟ چرا؟ من میگم اعترافات اجباری. بله، اظهار نظر شماست. آره، من نمیذاشتم پخش بشه چون لج مردم رو در نمی آوردم. من اگر تو سازمان صدا سیما بودم اجازه بدید، من اگر مدیر بودم تو سازمان صدا سیما میرفتم مدیر موافقم میگفتم که مثلا آقای جبلی شما رئیس سازمان صدا سیما هستین، سازمان صدا سیما وظیفشه که کمک بکنه تمام جناح‌های سیاسی کشور رشد بکنن. باید نگاه ملی داشته باشه، براش تفاوتی نداشته باشه که آقای روحانی رئیس جمهور میشه یا آقای رئیسی، اصلاح طلبا برنده میشن یا اصولگراها. اگر اون کارو کردم اون موقع میتونم با حمید فرخ نژادم گفتگو بکنم، با آقای رشیدپورم گفتگو بکنم. وقتی که نگاه هم جناحی باشه ما اصلا دیگه وقتی مثلا فرض کنید داروغه زاده این حرفایی که من نقل قول کردم اینا حرفای جناحی نیست. نه، اینا امنیت ملیه. نه ببین اینا قبلش این اتفاقات افتاده. یه سری آدم اومدن خب مثلا سال 96 از یه کاندیدای ریاست جمهوری که تو شورای نگهبان سرتش تایید شده و قرار شده که رئیس جمهور باشه یا نباشه. خب یه سری از هنرمندان اومدن از اینا دفاع کردن. همونجا در حقیقت قرار شده که اینا تنبیه بشن، باهاشون برخورد بشه. میدونید اینا مستنده آقای دکتر؟ من خودم توی دولت بودم دیگه. بله. همون زمان معاونت سینمایی وزارت ارشاد بودم و برخوردها رو میدیدم دیگه. شما نگاه کنید پس بانی وضع موجود شما این با این تفاصیل، چون شما تو دولت بودین. من دقیقاً سوال همینجا بود، آقای دکتر داروغه زاده چه جوری تعامل میکنه؟ چی کار میکنه با این کیس؟ با این وضعیت؟ گفتگو در راستای منافع ملی، در گفتگو در راست، یعنی من اگر گفتم که من اونجا به مثلا فرض کنیم هنرمند میگم که من اشتباه کردم که سپیده رشتون رو آوردم اعتراف کرد، من اشتباه کردم، من باید رفتارم فراجناحی باشه، من نباید فرق بکنه برام منافع ملی ما میگیم دیگه، پس نگاه ملی باید پشتش باشه. ما که نمیتونیم که بگیم یه جناحی رو طرفداری بکنیم کمک بکنیم. یه جناحی آقای موسوی، یک جناحی توی کشور که همین جناحیه که الان داره سلبریتی ستیزی رو به اصطلاح راه انداخته. یه جناحی این هستش که هر جایی وارد هر رقابتی میخواد بشه از قبلش میگه رقیب من باید از میدون کنار بره. میخواد بیاد مجلس میگه شورای نگهبان کمک بکنه رقیبای منو بزنه کنار من بیام مجلس. میخواد بره دانشگاه میگه اون اساتیدی که دانشگاه هستن اخراج بشن که من بتونم برم دانشگاه. میخواد بیاد تلویزیون میگه مجریای دیگه که معروف هستن نیان که من باشم. خب اینا رو میبینن اینایی که هنرمنده هستن، اینایی که سلبریتی هستن به قول شما. حالا من میگم اصلا رسول خادم کجاست؟ حالا شما حمید فرخ نژاد مثال میزنین، رسول خادم که ضد انقلاب نیستش که 4 سال عضو شورای شهر تهران بوده، قهرمان ملی بوده، قهرمان المپیک بوده، تو اکثریت برنامه‌های سیاسی و مناسبتی در حقیقت خود تلویزیون دوره که ما بودیم یا بعد از ما می اومده به عنوان کارشناس همسو با نظام صحبت میکرده. خب الان جایگاهش کجاست؟ فقط یه صفحه داره تو اینستاگرام. من میگم که باید ببینیم چرا به این سواله بدون قضاوت پاسخ بدیم و حل کنیم. آقای علی دایی، آقای رسول خادم، تمام مجریای خودتون، حالا شما خودمون تمام مجریای خودمون کدومشون ضد انقلابن؟ کدومشون در جهت تخریب امنیت ملی کشور کار کردن؟ ولی تشویش اذهان داشتیم آقای دکتر. تشویش اذهان فقط اونا داشتن؟ هر کسی داشته مدیران تلویزیون نداشتن؟ هر کسی در هر کاری که بهتون جایگاهی گفتم کردیم اونم تشویش اذهان بود.
نماینده مجلس تشویش از همه امام جمعه‌ای که میاد اون مثلا اون صحبت رو میکنه. ما خیلی تشویش اذهان داریم، فقط چسبیدیم به تشویش اذهانی که حالا 4 تا هنرمند انجام میدن. آقای احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور ایران بوده، هر روز داره تشویش اذهان عمومی میکنه، کسی باش کاری نداره. خوب اجازه بدین من یه نقطه تو گفتگو بذارم. دوستانم در پخش یک میان برنامه آماده کردن، یه قسمت خیلی خوبی از گفتگو هست. من خیلی دلم میخواد با شما در مورد همین نحوه تعامل صحبت کنم و احتمالاً ارائه الگویی که آقای داروغه زاده میده ببینیم چی میشه. ممنون از اینکه جامعه جمع رو دنبال میکنید. طی 10 سال گذشته با گسترش شبکه‌های اجتماعی، سلبریتی‌ها توانستند مخاطبان زیادی را در صفحات مجازی خود جذب کنند. اغلب آنها گمان می‌کنند به دلیل محبوبیت و شهرتشان حق اظهار نظر درباره هر چیزی را دارند، از فیزیک کوانتوم گرفته تا کرمچاله‌های فضایی، از مقایسه وضعیت درمان کرونا در کشورهای مختلف تا روابط خارجی دولت‌ها. چرا توی مملکت‌های دیگه یه دونه بازیگر نمی‌میره، یه دونه آدم فوتبالیست نمی‌میره، یه دونه آدم سلبریتی هم نیستیم؟ در این حال چه در هنگام تبلیغ کالا یا خدمات و چه در عرصه‌های سیاسی، از سلبریتی‌ها تنها به عنوان ابزارهای تبلیغاتی استفاده می‌شوند. خلق فرد منار ایلام راید ما دکتر حسن روحانی. امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم، مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواسته‌هامون میرسیم. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و مدیریتی منسجم نسبت به عملکرد سلبریتی‌ها، برخی چهره‌های مشهور در برابر هنجار شکنی و موضع‌گیری‌های اشتباه، جنجالی و بحران آفرین خود پاسخگو نیستند و مسئولیتی نمی‌پذیرند. یا اینکه یه رفتارم در جامعه غلط بوده، بعد اخلاق اینو تعیین میکنه، قدرت اینو تعیین میکنه، قالب‌های فرو افتاده و پست اینو تعیین میکنن. کی تعیین میکنه؟ در حالی که به گفته آرنولد آگوست، نویسنده و تحلیلگر امریکایی، سلبریتی‌ها در همه جوامع باید مانند سایر افراد در چهارچوب قانون عمل کنند. به گفته وی، سالانه بسیاری از بازیگران هالیوود، فوتبالیست‌های سرشناس و چهره‌های ورزشی به جرم رانندگی با سرعت غیرمجاز یا مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های الکلی در حین رانندگی توسط پلیس دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه و حتی حبس می‌شوند. طبق قوانین انگلیس و آلمان، محتوای تبلیغاتی سلبریتی‌ها باید مشخص باشد و در صورتی که کیفیت محصول با تبلیغات آن همخوانی نداشته باشد، مخاطبان حق دارند از آن سلبریتی شکایت کنند. در کشورهایی مثل امریکا قوانین مالیاتی سختگیرانه‌ای برای سلبریتی‌ها وجود دارد. همانطور که اخیراً نیکولاس کیج، بازیگر معروف هالیوود، مجبور به پرداخت جریمه‌های مالیاتی به مبلغ $666,000 گردید. همچنین به تازگی در کشور چین قوانینی وضع شده که طبق آن سلبریتی‌های چینی حق ندارند محتوایی را تولید کنند که مخالف اخلاق و آداب و رسوم سنتی کشورشان باشد. در کشور نروژ هم اگر یک سلبریتی فیلم یا عکسی از خود ویرایش کند، بر اساس قانون موظف است به مخاطب اعلام نماید که تصویر یا فیلم دستکاری شده است. در ایران نیز قوانینی کلی و عمومی در رابطه با نشر اکاذیب و همچنین اقدام علیه امنیت ملی وضع شده است. اما مشکل اینجاست که قوانین موجود مختص عموم مردم است و مدیریت چهره‌های پرمخاطب و گاه جریانساز مثل سلبریتی‌ها به قانونگذاری و تنظیم مقررات خاص و بازدارنده نیاز دارد تا در صورت بروز تخلف یا جرم از سوی آنها آنگونه که شایسته است مجازات کردند. متاسفانه در نبود چنین قوانین و مقرراتی، ایران به بهشت سلبریتی‌ها تبدیل شده است. سلام مجدد، شب شما بخیر. متذکر میشم که شما میتونین فیلم کامل گفتگو و صوت برنامه و احتمالاً حواشی و بازتاب‌های رسانه‌ایمون رو در فضای مجازی جامعه جمع با آدرس @جامعه جمع _IRIB دنبال کنید. حتما نظرات، ملاحظات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان کمک میکنه به تیم تولید جامعه جمع. اما
پیش از ادامه گفتگو با آقای دکتر داروغزاده این نکته رو متذکر میشم که مواضع و بیانات میزبان و میهمان در جام جمع مواضع رسمی سازمان صدا و سیما نیست و این خیلی نکته مهمیه که این فضا رو بتونیم مهیا کنیم برای ایجاد گفتگوهای در راستای منافع ملی و امیدوارم که اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم. برمیگردم به گفتگو با آقای دکتر داروغزاده. یه گزاره خیلی جدی در ادبیات دینی ما موجوده، به نظرم خیلی هم کمک کننده و پیش برنده هست. ما یک دوگانه حق و تکلیف داریم. آقای دکتر، حتی من میخوام بگم که بعضی موقع من در قبال حقوقی که بهم بار میشه و میتونم استفاده کنم و ازش بهره مند شم وظایفی دارم. شما هم همینطور و هر کسی در هر جایگاهی که قرار میگیره. صحبت شما در قسمت قبل به اینجا رسید که آیا واقعا این فضایی که داریم میریم، فضایی که در مواجهه با سلبریتی ها داریم، در مواجهه با چهره های رسانه‌ای داریم، بر مبنای الگوی درستی از حق و تکلیف هست؟ یعنی اونها به حقوقشون آگاه هستند و وظایفی که بهشون بار میشه را مطلع هستند، میدونه اگر هر حرفی میزنه این یک گستره وسیعی داره و طیف مخاطبان زیادی رو درگیر میکنه. این آگاهی هست و این اتفاق داره امروز میفته؟ خب ببینید این شبکه‌های اجتماعی که خب در حقیقت عمر زیادی ندارن و ما با این پدیده سلبریتی هم توی بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی ضریب خیلی بالایی گرفتن و تاثیرگذارشون زیاد شد، طبیعتاً شاید ما هم مثل همه کسانی که با این پدیده مواجه شدن باید آزمون و خطایی بکنن، آگاهی بیشتری پیدا بکنن و مهم این هستش که بتونیم در حقیقت حالا خودمون اول آگاه باشیم نسبت به این پدیده و این پدیده رو بپذیریم که وجود داره و بعد ببینیم که چه شکلی میتونیم اون رو مدیریتش بکنیم و طبیعتاً اونجا برنامه‌ریزی داشته باشیم که خب حالا اگر سلبریتی ها اینقدر تاثیرگذار هستن در جامعه، آیا ما منافع ملیمون رو دقیق تعریف کردیم براشون؟ در چه لایه‌هایی از سطح مدیریت با اینها گفتگو شده؟ این تعریفه باید توسط چه کسی صورت بگیره؟ یعنی نهادی میخوام بدونم جایگاهی. ببین بعضیش مثلا امنیتیه. خب مثلا ما یکی از نگرانی‌هامون این هستش که مثلا فرض کن یک سلبریتی که هوادار خیلی زیادی داره یک مطلبی رو بذاره که به امنیت ملی ما آسیب بزنه. خب این تخصصش نهادهای امنیتی هستن. اون سلبریتی هم که تعدادشون بیشمار نیست، ما تعداد محدودی داریم سلبریتی که طرفدارای میلیونی دارن و تاثیرگذار خیلی زیاد هستن. خب هر چقدر در حقیقت هوادارهای این سلبریتی ها بیشتر باشن و تاثیرگذارشون بیشتر باشه، اون لایه‌ای که میخواد باشون گفتگو کنه طبیعتاً باید اشراف بهتری داشته باشه، قدرت اقناع کنندگی بهتری داشته باشه. مسئولیت رو متوجه چه کسی میدونید آقای دکتر داروغزاده؟ یکیش خود رسانه ملی، آگاهی، اطلاع رسانی، نه اینکه همش راجع به سلبریتی ها توهین بکنیم، نمیدونم واژه‌های یه جوری در حقیقت واژه رو یه جوری با ارزش منفی بیان بکنیم، مثال‌هایی در حقیقت بگیریم در دنیا، در ایران یه سلبریتی های حالا منفی پیدا بکنیم و این رو بار بکنیم به همه سلبریتی ها و همه افراد محبوبی که در کشور حضور دارن، حضور رسانه‌ای دارن. خیلیشون هم اصلا دنبال نیستن که بگن ما سلبریتی هستیم. خیلی ها هستن که ستاره سینما هستن ولی در شبکه‌های سینمایی هم در شبکه‌های اجتماعی هم حضور ندارن ولی محبوب هستن. شما مثلا ناصر تقوایی محبوب، مسعود کیمیایی محبوب، بهرام بیضایی محبوب، ابراهیم آتمیکیا محبوب، اینا هیچ کدوم صفحه در صفحات اجتماعی ندارن. خب محبوب هستن. باید بتونیم با اینها تعامل کنیم، گفتگو بکنیم در لایه‌های مختلف. هر کدوم از این ظرفیت‌ها یک ظرفیتی برای گفتگو لازم داره. حالا مدیران فرهنگی کشور یکی از این ظرفیت‌ها هستن دیگه. مثلا فرض کنید که حالا مدیری که دبیر جشنواره فجر هست یا مدیر رئیس سازمان سینمایی هست، به واسطه در حقیقت مسئولیتش این امکان رو داره که با هنرمندان سینما نشست و برخاست کنه، با اونها گفتگو بکنه، اطلاعاتی که لازم هست به اونها در اختیار اونها قرار بده، سطح آگاهی اونها نسبت به مسائل امنیتی به منافع ملی بالا ببره و اونها هم بپذیرنش. واقعا پذیرشی وجود داره؟ خب همین دیگه. ببینید میخوام بگم اون قسمت مقدمه کار همین هستش که دیگه ما کسی رو باید بگذاریم رئیس سازمان سینمایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
هر مسئولیتی، شما همون مثالی که من زدم، شما باید کسی رو بذارین مربی تیم ملی که بازیکن‌هایی که الان توی تیم ملی هستن و همشون لژیونر هستن، تو تیم‌های اروپایی دارن بازی میکنن، اون رو بپذیرن. شما اگر یک مربی لیگ 3 بیارید بذارید مربی تیم ملی، خب معلومه که با آقای طارمی به تنش میخوره. آقای دکتر درغزاده، کسی که به حرفشون گوش بده مدیر خوبیه؟ نه. یعنی مدیری که همون تعبیر همنوایی کامل داشته باشه درسته؟ نه، من عرض کردم که سطحش با سطح اون برابری بکنه، بتونن با هم گفتگوی اقناعی بکنن. ببینید اگه الان آقای کیروش که مربی تیم ملی فوتبال بود، اگر به مهدی طارمی میگفت بیا هافبک دفاعی هم بازیکن بازی میکرد. خیلی از این تغییر پست‌ها رو ما دیدیم تو دوره آقای کیروش. ولی اگه منو بذارید مربی تیم ملی، من به آقای طارمی بگم تو بیا برو وینگر چپ بازی کن، خب نمیکنه. بعد بیان به همه رسانه‌ها و به همه مردم بگن دیدید به حرف من گوش نکرد، من حق دارم اونو بذارم کنار. ببینید یه قسمت مهم قضیه رو ما در نظر نمیگیریم. کسی باید مدیر فرهنگی بشه که بتونه قدرت اقناع کنندگی اون ذی‌نفعان رو داشته باشه، اونهایی که در اون حوزه فعالیت میکنن داشته باشه. خب این که دیگه با حکم در حقیقت انشایی که قابل انجام نیستش، که باید یه توانی در اون مدیر باشه بتونه اون افرادی که در اون حوزه فعالیت میکنن، فرض کنیم مثلا اگه سینما باشه سینماگران اون مدیر رو قبول داشته باشن، باش حاضر بشن گفتگو بکنن. اگر من بیام مدیر سینمایی باشم. تهیه کننده بودید آقای داروغزاده؟ تهیه کننده بودم. هستید. آقای رئیس سازمان سینمایی تهیه کننده است. رئیس رسانه ملی از پایین‌ترین سطوح خبرنگاری شروع کرد. خب تو سیستم اومده بالا، بعد الان امکان گفتگو هم که فراهم میکنه گوش نمیده. آقای جبلی تو شرایط خیلی بحرانی اومدن، میدونی، یعنی خیلی چیزا خراب شده و الان آقای جبلی باید اون در حقیقت ویرانی ها رو درست بکنن. توی شرایطی اومدن که وضعیت سیاسی کشور بحرانی شده، خیلی از اتفاقات قبلش افتاده، خیلی سخت کارشون، خیلی سخته. منتها همون آقای جبلی هم یه قائم مقام دارن به نام آقای وحید جلیلی که اون 180 درجه داره رفتارهاش مخالف اون چیزایی که آقای جبلی میگه. یعنی من این افتراق رو نمیفهمم در بدن ریاستی سازمان. یعنی میخوام بگم چیزی که شما میگین شاید یک برداشت شخصیه. حالا ببین اون صحبتایی که آقای شهبازی کردن، من آقای شهبازی رو نزدیک به نگاه آقای جلیلی میدونم. اون صحبتای آقای شهبازی کردن راجع به در حقیقت شبکه 3 و اون کاری که می‌خواست بکنه شخصیه. من و شما امشب داریم پس مجری تلویزیون هست صحبتی کرد نوازش شخصیه. پس اگر که اینطوری باشه مجریای دیگه هم اگر اومدن یه صحبت کردن نوازش شخصیه بگن سر کارشون، اونجا چطور میگیم که اینها دارن در حقیقت خلاف منافع ملی رفتار میکنن؟ این رفتاری که آقای شهبازی داشته کاملا خلاف منافع ملیه، چون کمک میکنه به ریزش مخاطب تلویزیون و ریزش مخاطب تلویزیون یعنی ریزش آرای جمهوری اسلامی ایران، یعنی ریزش صندوق رای. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دکتر شما میگین حمید فرخ نژاد اون حرفو میزنه باهاش گفتگو کنیم، شهبازی این حرفو میزنه منافع ملی به خطر میفته. نه آخه این الان مسئوله که این الان توی نهادیه که این بایستی که راهبر. خب اجازه بدیم پس کار خودشو بکنه. من گفتگو کنیم. من هم اعتقاد به گفتگو دارم. من میگم با آقای شهبازی هم اب نداره، با آقای شهبازی هم رئیس سازمان گفتگو کنه، بگه آقای شهبازی عزیز شما برنامه تو ادامه بده، اجازه بده اون شبکه هم اون مجریایی که من تصورم اتفاقی که امروز در سازمان افتاد همین بود، چون محمد رضا شهبازی به آنتنش برگشت، از آقای رشیدپور هم دعوت شد. خب امیدوارم که این اتفاق بیفته. نه افتاد که و رضا قبول نکرد، آقا رضا رشیدپور قبول نکردن بیان، یعنی ملاحظاتی داشتن در این دوره. نه ببینید یک هفته پیش آقای به اصطلاح رئیس سازمان یک بیانیه‌ای دادن و گفتن آقای شهبازی باید برگرده، یعنی برمیگرده با آنتن و هیچ تغییری هم در حقیقت انجام نمیشه. بعد آقای رشیدپور یه بیانیه دادن گفتن خب چشم حالا فعلا شرایطش نیست، ان شاءالله یه فرصت دیگه. من اگر رئیس سازمان باشم، من که خب حتما خیلی کمتر از رئیس سازمانه، ولی برای اینکه الان کمک بکنم به پیشبرد بحثمون، من اگر رئیس سازمان باشم نمیگم که خب حالا شأن من که بالاست و من رئیس سازمان صدا و سیما هستم و خود سازمان صدا و سیما هم خیلی شأنش بالاست و هست، خب ما که نباید التماس مجری بکنیم. یک نگاه این هست، خب
یه نگاه این هستش که یه اتفاقاتی افتاده که این مجری‌ها رو ما از دست دادیم و این مجری‌ها مجری‌های ما هستن و میتونن کمک بکنن که رسانه جایگاهش در نزد مردم بالاتر بره، مخاطب اون افزایش پیدا کنه. چی کار بکنم که اینها برگردن؟ من فکر میکنم حضور دکتر ابراهیم داروغزاده مصداق همینه. اب نداره. نه اب که یعنی میخوام بگم که حتما گام رو به جلویه. خیلی خوبه، این حداقله. میخوام بگم من اگر شما میفهمید شما چی کار میکنید، میخوام بگم من همه هم‌وغممو میذارم که تمام مجریهای ستارم برگردن. یعنی حتی اگر شده خودم رو بشکنم، با همشون تک تکشون گفتگو میکنم و سعی میکنم قانعشون کنم که برگردن. لازم نیست جار بزنم. موازین رو رعایت کرده دیگه، قبول دارید اینو؟ یعنی خط قرمزی دارید دیگه. خط قرمزم از اول گفتم منافع ملی، امنیت ملی، این که دیگه فرض هممونه. این نقطه خوبی، این نقطه خوبیه. گفتگو با شما برای من شیرینه. آقای داروغزاده، دوباره برگردیم به جنس فعالیت شما در حوزه رسانه. باز در تحلیل گفتگوهای شما و ملاحظات و مواضع شما می‌دیدم که تأکید جدی به حوزه شفافیت دارید و به نظرم دوباره از شکاف‌های جدی امروز کشور ما حوزه شفافیت، یعنی هر چقدر میزان شفافیت افزایش پیدا کنه حتما میزان اعتماد هم افزایش پیدا میکنه. ولی با خودم فکر میکنم این شفافیت واسه آقای دکتر داروغزاده کجاست؟ میدونین منظورم چیه؟ یعنی من میگم شفافیت خوبه، مسئول باید شفاف باشه، شما تجربه تهیه کنندگی دارید، شما تجربه مدیریتی دارید، همه قرار شفاف عمل کنیم دیگه. بعد این شفافیت در مورد دوستان شما هم صادقه، یعنی شما که دعوت میکنید فلانی شفاف رفتار کنه، چرا تا حالا پیگیری نکردید دستمزدها شفاف شه؟ مثالشو بزنم. حتما تنظیم بازار در این حوزه مربوط به سندیکای خاصی، مثلا خانه سینماست، خانه سینما باید تنظیم کنه. عوامل فنی امروز متناسب با سلبریتی ها و چهره ها دارن دستمزد میگیرن، در صورتی که تلاششون کمتر نیست. من هم قبول دارم چهره سختی میکشه، ملاحظات داره، شاید امسال یه دونه فیلم سینمایی کار کنه تا سال دیگه بهش پروژه نخوره، ولی واقعا دستمزدها شفافه؟ امروز ما دستمزدها رو عادلانه میبینیم؟ شما به این اعتقاد دارین؟ یعنی دکتر داروغزاده‌ای که دم از شفافیت میزنه وقتی به دوستاش میرسه شفافیت هم واقعا پیگیری میکنه؟ ببینید، فکر میکنم دارید بحث رو منحرف میکنید. میدونید اگر اذیت میشید ادامه نمیدم. میخوام توضیح بدم. ببینید آقای، ما که الان نیومدیم که من که واجد اهمیتی نیستم، خب من الان مسئولیتی هم ندارم. اجازه بفرمایید. موضوع مهم ما که من الان دغدغه‌شو دارم، خب رسانه ملیه، اعتبار رسانه ملیه، افزایش مخاطب رسانه ملیه. بیاین راجع به این گفتگو کنیم. من یه تجربه بگم. دوره که خودم مدیر بودم، مدیر گروه اجتماعی شبکه یک بودم، ما هر برنامه مناسبتی که می‌خواستیم برگزار کنیم همون موقع هم، خب مثلا فرض کن دهه فجر میشد، یادم مثلا 25مین سالگرد انقلاب اسلام، همون موقع هم تهیه کنندگانی که تو تلویزیون بودن، مجریانی که تو تلویزیون بودن، همه همسو نبودن کامل. یعنی اینجوری نبودش که همه با دل و جون دوست داشته باشن بیان دهه فجر برنامه مناسبتی اجرا کنن. ولی من با تک تکشون، با تمامشون گفتگوی اقناعی میکردم و وقتی میرفتن روی آنتن که با دل و جون همون چیزی که میگفتن رو واقعا باور داشتن. شما برنامه‌های مناسبتی همون سال، برنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 82، ریاست جمهوری سال 84، همین تو حاشیه آقای رشیدپور مجری اصلی برنامه بوده. ببینید با چه شوری داره مردم رو به انتخابات دعوت میکنه، با چه شوری مردم به راهپیمایی 22 بهمن دعوت میکنه. آقا اصلا اگر این کار، اگر قانع نشه، شما اگر قانع نشید راجع به موضوعی، اگرم بیاد روی آنتن صحبت بکنید، اون صحبت به دل مخاطب نمیشینه. شما باید خودتون پذیرفته باشین. ما نمیتونیم با دستور به شما بگیم که آقا بیا برو. من باید راجع به این که آقا اسرائیل یک حکومت غاصب نژاد پرسته با اون مجرم به توافق برسم، اقناعش کنم، قانع بشه، ایمان پیدا بکنه که اسرائیل یک رژیم نژاد پرست آپارتایده و بره اون وقت رو برنامه مناسبتی بشینه راجع به اسرائیل صحبت بکنه. این یه طبیعیه. من غیر از این اصلا هیچ راهی وجود نداره.
و من اگر قدرت اقناع کنندگی اون مجرم رو دیگه ندارم، من باید برم کنار، یک مدیری بیاد جای من قرار بگیره که اون توان اقناع کنندگی اون ستاره سینمایی یا مجری تلویزیونی ستاره تلویزیون رو داشته باشه. من برداشتم اینه که شما نخواستین به سوال شفافیت پاسخ بدید دیگه. اشکالی داره؟ یعنی نه آخه اصلا اون موضوع اصلا من از اول قرار نبوده راجبش صحبت بکنیم. من میخوام در مورد مثلا اگر سلبریتی رو مثلا 5 حوزه بکنیم، مثلا ویژگی های بیرونی، بازنمایی رسانه‌ای، فضای مالی، شما احتمالاً در مورد این حوزه الان نمیخواید صحبت کنید. من ملاحظه ندارم و گفتگو با خواسته شما پیش میره. نه ببین اطلاعاتی ندارم الان نسبت به این موضوع. خب برای اینکه اینا مسائل حقوقی هم پشتش هست. اصلا من نمیدونم که تو دنیا این بحث در حقیقت قراردادهایی که میگن باید شفاف باشه یا نباشه من اطلاع ندارم. خب ولی تو بحث مسئله نیست. اجازه بدید گفتگو پیگیری کنم. این نکته شما در باب گفتگو خیلی نکته سهل ممتنعیه. یعنی شما یک امنیت ملی مطرح میکنید، یک گفتگویی مطرح میکنید، از یک اقناعی سخن میگید که من میخوام ببینم که دوباره با در مورد شخص آقای دکتر داروغزاده صحبت میکنم به عنوان یک نمادی از یک جریان. شما سالها وظیفه خطیر مدیر گروهی داشتید. من همین تجربه داشتم. خیلی کار سختی، خیلی کار پیچیده‌ایه. شما مسئولیت پخش داشتید. دبیر جشنواره‌های فجر بودید در سالهایی. من میخوام بگم که بعضی از دوستان شوخی میکردن، میگفتن آقای دکتر داروغزاده خیلی تیزن. حالا اصطلاح دوستان این بود که خیلی زبلن، ممنوع الکار نمیکنن ولی بلدن بذارن کنار طرفو. من میخوام بگم واقعا همچی تجربه‌ای میخوام مدیریت چهره رو میخوام بدونم و شاید شما به جنبندی رسیدید از یه چهره الان استفاده نکنید. من میخوام ببینم این مدل مدیریتیه، این توازن برقرار کردن یا کنار گذاشتن، این چه جوریه؟ شما تجربتون حتما پر از این موارد بوده. من حقیقت تجربه حذف یا کنار گذاشتن الان یادم نمیاد اصلا داشته باشم. خب من مثلا آخرین تجربه‌ام جشنواره فجر سال 98 بوده. خب اون اتفاقات وحشتناکی که توی کشور آبان 98، ماجرای بنزین، اعتراضاتی که تو خیابون منجر به کشته‌هایی شد، بعد ماجرای شهادت سردار سلیمانی، بعد ماجرای زدن هواپیمای اوکراینی، همه این اتفاقات در سال 98 افتاد. چند روز به جشنواره اون بحث هواپیما پیش اومد. خب اتفاق واقعا غمباری بود. خب من میخوام بگم که ما اون سال جشنواره رو برگزار کردیم بدون کمترین در حقیقت تحریمی. اکثریت قریب به اتفاق سینماگران در جشنواره حضور پیدا کردند. نمیخوام بگم که صرفاً به خاطر مدیریت من بوده، ولی خب به هر حال من تمام تلاشم رو کرده بودم از قبل. یعنی اینجوری نبود که فقط سال 98 من بیام بگم که خب بلند شید بیاید جشنواره و جشنواره تحریم نکنید. من 97 باهاشون بودم، 96 باهاشون بودم، 95 باهاشون بودم. سر بزنگاه‌هایی ازشون حمایت کردم، دوستی کردم، محبت کردم و اینجا هم ازشون درخواست کردم، خواهش کردم که بیان و اومدن. من 2 سال توی معاونت سینمایی وزارت ارشاد مسئول در حد نظارت ارزشیابی بودم. خب بعد از 2 سال برای 35 فیلم برای من پرونده قضایی تشکیل شد. یعنی از من در حقیقت میخواستن حالا بعضی از نهادها که متاسفانه خیلی این باب خیلی بدی شده بود که نهادهای امنیتی در حوزه فرهنگ دخالت‌های خیلی بیجایی میکردن. از من میخواستن که در حقیقت این فیلم ها رو اکران نکنم یا مجوز ندم یا مجوز ساخت ندم. 35 تا فیلم در 2 سال. از نظر من این بحران درست میکرد اصلا توی جامعه سینمایی، تو حوزه فرهنگ بحران به ضرر جمهوری اسلامی درست میکرد. و من واقعا اون آدما رو نمیفهمم. یعنی اون آدما که فکر میکنیم که تو نهاد امنیتی هستن که باید اتفاقا دغدغه داشته باشن، دغدغه ملی داشته باشن، از من انتظار داشتن که 35 تا فیلم رو در حقیقت که مجوز گرفته بودن و جلوی اکرانشون برای من پرونده قضایی درست کرده بود. شاید همون ایستادگی من در حمایت از ایستادگی به حق من، نه که قانونی من، چون وقتی مجوز داره یک فیلم من وظیفه‌مه که اون رو نمایش بدم. من اصلا اجازه ندارم که وقتی شورای پروانه نمایش من مجوز یک فیلم رو داده جلوی نمایش یک فیلم رو بگیرم. شاید اون در حقیقت ایستادگی من در حمایت از سینماگران، ایستادگی قانونی من باعث شد که سال 98 هم اونها با من همراهی بکنن. 1% حالا من نمیخوام بگم همش به خاطر من بود،
ولی خب طبیعیه که اون آدم هایی که در حقیقت حالا به قول شما یا به قول همین واژه سلبریتی به هر حال چندین میلیون مخاطب دارن و اثرگذار، به هر حال احساس قدرت میکنن، شهرت قدرت میاره. درسته؟ فقط قائل هست به این که این قدرت رو از کجا آورده؟ یعنی میدونین من اعتبارم رو از این رسانه ملی میگیرم، بعد حق ندارم بهش پشت پا بزنم، من حق ندارم باش بعد برخورد کنم. درسته، دو طرفه است. ببین کاملا فرمایش شما درسته، خب ولی این دو طرفه است. اولا که اینطوری نیستش که ما خیلی از مجریهای تلویزیونی داشتیم که سابقه شون از آقای مثلا فرض کنید فردوسی پور بیشتر بوده، ولی به اندازه اینها به اندازه آقای فردوسی پور نتونستن رشد بکنن. یعنی استعداد شما، شخصیت شما، توانمندی شما هم عامل موثریه. دقیقاً مسئله همینه های دکتر. میدونین من مجری ام که از همین رسانه اعتبار گرفتم، بعد بدون اجازه مدیر بالاسری مصاحبه ترتیب میدم. من بدون اجازه شما که قواعد جهانی رو بلدید، یعنی بهتر از من حتما آگاهید. بازم رفتیم امروز برای مثلا در چین، فکر می‌کنم دوستانم در حوزه تحریریه اینو آماده کرده بودن، مثلا در چین برای عکس گرفتن یا نگرفتنش قرارداد داره، برای مصاحبه کردن یا مصاحبه نکردنش. خب این قواعد حرفه‌ای دیگه، ما ادعای حرفه‌ای ما قواعد حرفه‌ای تلویزیون راجع به سلبریتی داریم. به نظرم کمترینش اجازه گرفتن بوده. یعنی اگر مثلا من هم می‌خواستم یه مصاحبه‌ای کنم، من مجری ورزشم حق نداشتم با یه شخصیت سیاسی گفتگو کنم. من موقعی که گروه اجتماعی بودم، دکتر اینو با من بیاید جلو. همین الان می‌خوام مثالش بزنم. ورزشم حق دارم با یه آدم سیاسی گفتگو کنم؟ می‌خوام همین رو توضیح بدم. این آره یا نه؟ نه آره نه نیست. نه آره نیست. ببینید قبلش من باید به اون مجری گفته باشم که تو حق داری چه کاری بکنی چه کاری نکنی. ببین آخه ما صدا سیما رو رها کردیم. پیش‌ورز قواعد حرفه‌ایه. ببین من گروه اجتماعی بودم تو شبکه یک، مجری من مثلا آقای فرزاد جمشیدی خب میخواست بره فرض کنید یک همایشی دعوت کرده بودن قوه قضاییه، خواست بره اجرا کنه، میومد از ما اجازه میگرفت. آقای رشیدپور مثلا میخواست بره توی فرض کن توی شرکت ایران خودرو برنامه اجرا کنه، میاد از ما اجازه میگیره و ما اجازه نمیدادیم نمیرفتن. بله. خب چرا؟ چون ما اعلام کرده بودیم که شما مجری تلویزیون هستید، حق ندارید هیچ جای دیگه بدون هماهنگی ما اجرا داشته باشید. اونا تصورتون بهشون اعلام نشده بود؟ اونا توافق کرده بودن با من. خب نه خیلی بعضی از شبکه‌های دیگه مجریاشون میرفتن. اجازه بدین قانع نشه. 5 دقیقه تا پایان گفتگو با جناب آقای دکتر ابراهیم داروغزاده به نظرم جمع‌بندی کنیم بحثو. یه سوال بپرسم و شما نکات پایانیتون رو بفرمایید. اقدام علیه امنیت ملی، کلیدواژه‌ای که در بیان شما پرتکرار بود و خیلی به نظرم کلیدواژه مهمیه. فضای پرهیز از تشویش اذهان، یعنی همه اینها. این یک متولی داره. آیا امروز فضاسازی که چهره ها میکنن، سلبریتی ها میکنن، در برابر تمکین به قانون درسته یا نه؟ من یه خطایی مرتکب شدم، من علیه امنیت ملی دارم اقدام میکنم. مهدی یراحی ورداشته آهنگ خونده، خیلی هم خواننده خوبی بوده، واقعا میدونید تا یک اتفاق عجیبی، یک انتحاری، یه چیزی خونده، من به عنوان یک چهره امروز دارم به این آتش میدمم، قوه قضاییه باید با من چه برخوردی کنه؟ اینجوری بهتون پاسخ میدم. من اگر رئیس قوه قضاییه باشم، اگر ببینم که یه اتفاق عجیبی داره میفته، تمام چهره‌های مثلا معروف سینمایی، تمام چهره‌های معروف تلویزیونی، تمام معروف چهره‌های موسیقی، نمیدونم ورزشی، همه اینا تو فضای مجازیشون خب دارن پست هایی میذارن که ظاهرا این پست ها خیلی همسو با در حد منافع ملی نیست. بله. خب تعدادش خیلی داره زیاد میشه. میگم کجای کار گیر داره؟ کجای کار گیر داره؟ کجای کار اشتباه شده؟ کجای کار ما چه رفتاری داشتیم که به اینجا رسیدیم؟ شما در گفتگو همیشه برمیگردید به عقب. بله حتما این کار درسته. چون که نگاه کنید اگر ولی در لحظه هم تصمیم بگیرید، شما رئیس قوه قضاییه در لحظه تصمیم بگیرید چی کار میکنید؟ خب اگر در لحظه بخوایم تصمیم بگیریم اینجوری میشه که باید با همه اینا برخورد کنیم. خب اگر خطا مرتکب میشه باید برخورد کنیم. اگر خطا کرده باشن، منی که قبل از این که در حقیقت
اون روزی که باید با اینها گفتگو میکردم، آگاهشون میکردم، خط مشی منافع ملی رو دقیق براشون توضیح میدادم، مسائل امنیتی رو براشون واضح توضیح میدادم، اون موقع من این کار رو نکردم. حالا اینا رفتن یه اشتباهی کردن، حالا میخوام بگیرمشون، دستگیرشون کنم. خب این من میگم اب نداره، همه اینا رو انجام دادید، بعد چه اتفاقی میفته؟ بخش مهمی از جامعه که طرفداران این سلبریتی ها هستن، خب در مقابل شما موضع میگیرن. بخش مهمی از جامعه مطالبه داره، چرا برخورد نمی‌کنید آقا؟ نداره، فقط اونا نیستن. من میخوام بگم نه فقط اونا هم نیستن. آفرین. پس باید حل کنیم مسئله رو. باشه ای دکتر، شما میدونید چه، شما این گفتگو کنیم تو چقدر پسر خوبی هستی، ممنون آهنگ خوندی، ممنون مردم رو دعوت به مثلا اختشاشات کردی، بعد گفتگو کنیم. بعد من میگم که آقای دکتر اگر توی مثلا فرض کن 100 تا خواننده و 100 تا سلبریتی، 1000 تا سلبریتی، یه نفر 2 نفر خطا کردن، خب معلومه که و بقیه خطا نکردن، معلومه که پس قانون شفاف، همه میدونستن و این خط قرمز رو رد کرده آگاهانه. ولی اگه دیدیم تعداد خطاها داره زیاد میشه، یه جایی کار ما اشکال داره، یا شفاف اونها نمیدونن منافع ملیمون، یعنی این کاری که داریم انجام میدیم در راستای منافع ملی نیست و تخریب امنیت ملیه. یه جای کار اشکال داره. ببینید اونجا رو باید قبل ترش رو بریم درست کنیم. اگر درست نکنیم خب نفعی نمیبریم. یعنی از این دستگیری ها و بگیر ببندها هیچ سودی نمیبره کشور. من هم اعتقاد دارم سودی نمیبره، ولی حتما باید با متخلف برخورد شه. آره با متخلف باید برخورد بشه، ولی من میگم اگر دیدین تعداد متخلفین یا حالا از اون تعریفی که ما داریم انجام میدیم، یعنی اومدیم قوه قضاییه شروع کرد همه رو بگیر ببند کنه، بعد بگیم پس ما یه جای کارمون ایراد داره که اینقدر تعدادشون داره زیاد میشه. اگر ما مجریای خود تلویزیون رو خب نتونیم همداستان با منافع ملی و همداستان با سیاست‌های رسانه ملی بکنیمشون، یعنی اونا رو هم داستان بکنیم و هم راستا نتونیم بکنیم، خب پس یک جای کار ایراد داره دیگه. فقط یه جمله، یک دقیقه اگر میشه دوستان پخش با من همراهی کنن، تصورمون اصلاح کنیم. فصل الخطاب کیه؟ قانون. بله قانون. پس به قانون تمکین کنیم، یعنی من و شما میتونیم در مورد این موضوع باز مجدد گفتگو کنیم که قانونه. پس سلبریتی که دوچار قانونگوییه یا دعوت میکنه به مثلا رد شدن از قانون، پامال کردن قانون، عبور از خط قرمزها، باید توبیخ شه دیگه. اینو آقای دکتر داروغزاده میپذیره؟ باز یه پشت قبل داره. نه این نقطه قبل داره. بله من هم شنیدم که شما میفرمایید که من قبلش باید اقدام میکردم، گفتگو میکردم. نه فقط اون نیست. ببینید قانون ما که خودمون نباید با خودمون رو فریب بدیم. قانون ما باید پذیرش اکثریت رو داشته باشه پشت. همون روز اولین صحبت هم که کردم گفتم در قانون اساسی ما میگن قانونگذار که مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی که اکثریت. ببین شما نمیتونی بیای همینجوری خود یه قانونی بذاری که اکثریت جامعه اون قانون نمیپذیرن، نیست که بر مبنای همون پروتکل اومده جلو. مثال دارم میزنم. میخوام بگم اگر اکثریت جامعه باید اون قانون بپذیرن یا قانعشون بکنید. پس این صدا سیما برای چیه؟ ما اگر میگیم که مثلا فرض کن این خط قرمز ماست، بعد اون خط قرمز رو مخاطبین ما بپذیرن، اگر نپذیرن ازش رد میشن. این خیلی به نظرم موضع عجیبی های شما الان نگاه کنید، من یه مثال میزنم. شما الان کسی که معتاد به مثلا فرض کن هروئین باشه رو من فقط چون نمیخوام کلام شما منقطع بشه، یه وقتمون رو به پایانه، تقریبا 1 دقیقه تا پایان داره. من میخوام جملات پایانی شما رو بشنوم و اگر نکته‌ای دارید رو بفرمایید، چون من نمیخوام این بحث ناتمام با شما. مهمترین نکته‌ای که من میخوام عرض کنم این که رسانه ملی باید نگاه ملی داشته باشه، باید فضا ایجاد کنه که اقشار مختلف که سلیقه‌های مختلف دارن خودشون رو در رسانه ملی نمایندهشون رو ببینن، جناح‌های مختلف سیاسی در رسانه ملی خودشون رو ببینن. نبایستی که رفتار جنایی داشته باشه. اگر رفتار جنایی داشته باشه در حقیقت بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی ایران رفتار کرده. ممنونم از شما. ممنون از اینکه جام جم رو تا پاسی از شب دنبال کردید. تشکر مجدد میکنم از جناب آقای دکتر ابراهیم داروغزاده. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. ببخشید طولانی شد. شب خوش. دعامون کنید یا علی.